آقا سلام. اومدم پایان بدم به کل این بحث طرفداری فوتبال و اینا. به من اسمای تیما رو بر اساس تقریبا شخصیت هوادارا که تقریبا نزدیکن به هم تقسیم کردم. به این پرسپولیس، رئال مادرید، لیورپول یه طرف، من یونایتد، آس میلان، چلسی هم یه طرف، آرسنال، بایر مونیخ، پاریس سن ژرمن هم یه طرف، استقلال، بارسلونا، من سیتی هم یه طرف. ببین این گوره چشی رو انجام میدم. این منچستر گردونه. خب این شاخک رو میبینی؟ این شاخکی که این شیطان وسط داره، این طرف هر کدوم از این کاغذات در اومد، طرفدارای اون تیم بی منطق تر از همه نمیدونم بی شور تر از همه درک فوتبال نره دیگه، صداشون رو باید ببرنه، یعنی دیگه گوره چشی میکنم دیگه، اعتراض باید نکنید. میگیری چی میگم؟ یا علی میگیم یک دو سه الله. ببین اینا نگاه، استقلال، بارسلونا، منسیتی، یعنی هیچ درکی از فوتبال ندارن، یعنی کل کل بی خود میکنن، بی خودترین طرفداران، حال به هم زنیدن طرفداران. منم گاتی کردم ما ول کنی بس، برید دیگه والا به خدا.